در زندگی نامه هر یک انسان مادران جای خود را دارند، زیرا مادران با همه بهنری خود بهترین هنرمند زندگی و با همه کم سوادی بهترین استاد دانسته می شوند. محض چسب و تلاش مادران است که ما در دامان آرام ایشان کمال می یابیم و دور از کم و کاستی زندگی به سر می بریم. نانپزی بهترین هنری زنانه است که هر یک بانوی تاجیک از عهده آن برآمده می تواند. در هر منطقه این سرزمین بزرگ نانهای گوناگون پخته می شوند و محض نان تاجیکی است که آوازه خوان تاجیکی را در جهان معرفی نموده. اینها بانوان جماعت شهرک دربند می باشند. این کلچه گزیده باشد از عادت زنانه بانوان است که در خدمت وطن بودن فرزندش را معنی داد می کند. در زندگی معلوم می گردد که محض بانوان وقتی خویش را قدر می کنند، زیرا در برابر کار روزگار باز هنر می آموزند، صاحب کسب می شوند و در قطار مردان مردانوار قدم می زنند. گلدوزی و دوزندگی در برابر خوراکپزی هنری اصلی بانوان تاجیک است، زیرا محض بانوان در روزگار خیش از هنر بافندگی و دوزندگی برآمده و با گذشت وقت گلدوزی را از خود کرده خود و زندگی آدمی را رنگ بخشیدند. محض در همین گونه نشست‌ها که میان زنان روزدیده با جوانان صورت می‌گیرد، ابیات خاصه محلی تولید می‌شوند و جوانان و نورسان با ذوق بلند این هنر را از خود می‌کنند. اوی از آمدنت اگر خبر می‌داشتم، اوی در پیشی رود گلی سمن می‌کاشتم، اوی کاشتم گلی سمن کاشتم، اوی خاکی قدم تا دیده بر می داشتم، اوی خاکی قدم تا دیده بر می داشتم. سنگینای پودینه و یکی از کلانترین بانوان جماعت شهرک دربند است. او میگوید که هنوز از خردی یاد دارد که این هنر را مادر و مادرکلانش داشتند و محض توجه خاصش سبب گردیده تا او نیز تواند در خانه‌اش از رشته پیامدهای چیزی بدوزد و مشکلات خود و فرزندانش را آسان سازد.
Killa memuldayım. Zirman memuldayım. Ne fıksın ne başçalık o doğum bulduk. Ne İtam ne bakıyorduk. Tabii doğru. O o değil işte o diyorlar nereye gidiyor. Zaman ama harf don başçalık o başarık o. O zor mekanın diktasyonu dedi. يحب شنو هذا الجاكا ما يستوى ما يسوي نراها ما يتيور بودرو حتى هذا كورو توش ده هم با گذشت وقت محض توجه حکومت جمهوری سبب گردید تا توجه بالای هنرهای ملی بیشتر گردد و این توجه باز بهر 10 ساله های دیگر زمینه می گردد تا مقام هنرمند در جامعه بلند باشد. باعث افتخار و سرفرازی است که سال 2018 از طرف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. این ما زنان را وادار می‌سازد که هنر و عنعنه‌هایی که خاص مردم زنان ناحیه نورآباد هست و جهانیان با همین منظره‌های دلنشین زیبا منظر کوهستان ناحیه تاجیکستان را بار دیگر به جهانیان معرفی نماییم. از نگاه اول گلدوزی و زردوزی در همه منطقه های کشور یک رنگ است، ولی این گونه نبوده است. در هر مکان از روی انتخاب گل و رنگ این هنر را فرق می کردند و هر یک کشیده و یا دوخته معنای داشته است. در کاغذی خاموش که چونده بیار ای کاغذی خاموش که بو کشون بوی تونه صد شهر بشر زنمو نندی تونه این بایدار قدیم اخواه همین اکا من اکا دو زندگی فقط همین کرتدوز بودم کرتهای پیش یا قدار می دختم او سالی 66 من اومدم به همین رایونی کانسمالو بوده اوکی حالی اونجا یکان دختر و یکان زنک در ارتل کار نمیکرد من خودم کار میکردم در همه ارتل پیش مادرم میشتم مادرم کرتا میدوخت منم ماشینه مادرم میگفتم چقدر میچیدم میگفتم که من ابتیم بدون میگه حالی بیز دست پستا نزنی اوکی در همین سوزن با که وای میخیز بیرون میرم میگفتم میدوختم دوزیده با یاد گرفتم این مادرم این هنر یعنی کرتدوزی را این مادرم یاد گرفتم. بانوان میگویند که در گذشته تا امروز بدون آنه که بانوان برای آرایش خانه خود سوزن زدند ولی همیشه فکر مردان را نیز میکردند. مثلا برای مردها تاقی و جامه میدوختند. و مردها را تاقی میدوختن تاقی گلدوزی میدوختن به مردها لاکی میدوختن به مردها را کستون جومه میدوختن جومه های تاجیکی میدوختن اینا کاسگل میدوختن و اینا خیلی چیزا میدوختن 100 بار شگر میمید. یکی از عرف دختران این محل آن بوده که پیش از توی عروسی خود چند دانه دسترویمال میدوختند و محض دسترویمال بافته عروس به داماد و دوستان داماد تحفه میگشته است و آن معرفگری هنری کلین به حساب میرفته است. های بچه نامی به نامت سوختم های رومالچه گلدوزی به نامت دوختم های رومالچه گلدوزی را مردم تپدم های در ما بی بچه ها تریا تپدم گلدان گل بدوزان فصلی بهاره میگومه گل اخش رو بدوزین زیبی دیاره میگومه گلدان گل بدوزان فصلی بهاره میگومه
گل خسرو بدزان زیبی دیاره میگومه تاقی بسرت تاقی شاهی بسرت شیشتم سری کوچه ها فرسم خبرت شیشتم سری کوچه ها نیامد خبرت شیشتم سری کوچه ها نیامد خبرت به عهد شده بچه بریزه جیگرت به عهد شده بچه بریزه جیگرت بدوزم گل بدوزم فصل بهاره میگومه گل خسرو بدوزم زیبی دیاره میگومه بدوزم گل بدوزم فصل بهاره میگومه گل خسرو بدوزم زیبی دیاره میگومه. چنین محفل‌های هنری در 7 جماعت دهات ناحیه براه مانده شده. جوانان از هنرمندان تجربه‌دار برای نازکی‌های هنرهای مردمی سبق می‌گیرند. این سال که سال رشد هنرهای مردمی اعلان شده است و هنر و عنعنه‌های به مود درآمده است، الکی همه دختران به آموزش هنر، گلدوزی، بروشدوزی، بندک گوهر بافی، کاکل بافی و دیگر هنرهای مردمی خودشان شوق و رغبتی بی‌اندازه دارند و در نورآباد خانه نیست که به آموزش هنرهای مردمی آغاز نکرده باشد. امروز متصدیان شهرک دربند میکوشند تا بهر هنرمند شدن دختران منطقه شرایط فراهم آورند. با این خاطر چند مکان خاصه را بهر مشغولیت هنرمندان محلی با دختران انتخاب نمودند. هنر بهترین دارایی هر یک انسان می باشد. با این خاطر هنرمند نمودن فرزندان در نزد والدین هم قرض است و هم فرض. ولی ندانم